من همین گاستینگسا با سنی 18 مارت اومدیم. باید دویم اپریل ما میبرفتیم. من همین روز 6 میشد 7 میشد. همه با همه هوا بلیطو من نمیگیرم. امروز میگم پگه میگم فردا میگم. بعد این گفتن که 16 بلیط میگیریم. میگم پلومای وازورات هست مختون گیریم بلیط برویم. میگم که پول نمیتیم بلیط نیست. اینها زائران تاجیک هستند که به گفته خودشان برای ادای حج عمره رفته در عربستان سعودی سرسان شدند. به گفته مؤلف نوار آنها را شرکت ازبکستانی اخیتور بر عوض $1400 به حج برد. از تاجیکستان بیش از 40 نفر طریق این شرکت به حج عمره رفته حالا در شهر مکه بند ماندند. تلاش‌های ما برای صحبت با نمایندگان شرکت تا این دم بی نتیجه بود. آنها به زنگ و پیام‌های ما پاسخ ندادند. سرنوشت زائران ناروشن است. نما قودام سارسون سرگردان. من نما قمو قودماس همه سارسون سرگردان میگم. نما قودام سارسون ضعیفو در اینجا مارد کام داریم بیرون. بعضی از زائران میگویند که در شهر مکه از مهمانخانه به مهمانخانه میگردند ولی جای دقیق ندارند. مؤلف این نوار میگوید برخلاف وعده شرکت راه بلد ندارند و مجبورند از حساب خود گردند و خرج کنند. اینها گروه دیگری زائران از تاجیکستان و ازبکستان هستند. میگویند که آنها را شرکت جت تریول ازبکستان به حج برده در کوچه پرتاب و برایشان اقلا خوراک نمیدهد. نظر نمایندگان شرکت معلوم نیست. با سبک شدن قاعده های ورود به عربستان شماره داوطلبان حج عمره از کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان زیاد شد. مقامات تاجیکستان بارها از مردم خواستند که به واسطه شرکت های رسمی روند. بعد سفر آنها درک میکنند که متاسفانه فریب خوردند و با اعلان های در بیشتری موارد بر دروغ شرکت های سیاحی کشورهای خارج متاسفانه باور کردند. تاکید مقام وکالتداری دولتی در ساحه دین همین است که هموطنان ما سفرهای حج و عمره خود را توسط شرکت‌های وطنی و مقامات وکالتداری دولتی عملی نمایند. در تاجیکستان دو شرکت و هم کمیته دین خواهشمندان را برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می‌فرستند، اما ساکنان برتری می‌دهند که به واسطه ازبکستان سفر کنند. ارزان بودن نرخ دلیل اساسی سفر به واسطه ازبکستان گفته می‌شود. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.